سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که کلی خوب باشین. من فاطمه. بالاخره تصمیم گرفتم بعد از مدت‌ها که هی ویدیو میگرفتم و نمیذاشتم تو یوتیوب این کانال رو شروع کنم و بیام اینجا راجع به حالا دغدغه‌هام، اتفاقایی که توی زندگی برام افتاده یا میفته و تجربیاتم و سفرهام باهاتون صحبت کنم. اصلا چی شد که من رفتم هند؟ این سوالیه که خیلی‌ها میپرسن. من خاله پدرم هند زندگی میکنه، قبل از انقلاب اصلا رفتن اونجا و حدودا من 7-8 ساله بودم که دختر خاله بابام اومد ایران و به من گفتن که این از هند اومده و من بودم که هند اصلا کجاست؟ چه شکلیه؟ چی میخورن اونجا؟ یعنی خیلی برام عجیب بود، خیلی سوال داشتم. دیگه ایشون هی میرفتن هند و میومدن ایران به خاطر حالا شغلشون و مام بزرگ من بعد چند سال رفت. وقتی که اومد یه سری خوراکیای عجیب آورد و من برام اینجوری سوال شد که او مای گاد، یه کرم اونجا، من برم بکشمش؟ بله، عرض می‌کردم خدمتتون که مام بزرگ من وقتی اومد یه سری سوغاتی عجیب غریب آورده بود، حالا از خوراکی، لباس، پارچه، ادویه و من اینجوری بودم که چه جالب، چه باحال. دیگه همینجوری گذشت و بزرگتر شدم. دیگه عاشق جغرافی هم بودم از همون حالا دوران مدرسه. همیشه دوست داشتم حالا این جاهایی که درسشو داریم میخونیم بریم بگردیم، یعنی سفر کنم بهش. چیزی که برام خیلی جالب بود برای هند، یه جشنی دارن که آغاز بهار رو جشن میگیرن به اسم جشن هولی. و به هم رنگ میپاشن، آب میپاشن، غذا میخورن، میرقصن و خیلی خوش میگذره. من اینجوری بودم که من حتما باید این جشن رو برم. میخواستم پارسال برم هند، یعنی 1402، که مثل اینکه تاریخ جشن هولی رو اشتباه کرده بودم. دیگه گفتم حتما امسال میرم هند من و افتادم توی پروسه این که چجوری میشه ویزا گرفت به صورت انفرادی. نمیخواستم با تور برم. استوری گذاشتم که من میخوام بیام هند، کسی مثلا میتونه راجع به این موضوع راهنمایی کنه. یکی از فالوورای من اومد گفتش که من دهلی زندگی میکنم، اونجا درس میخونم، پاشو بیا دهلی، بیا خونه من، بیا پیش من که حالا بعد از اینکه امتحانای من تموم شد با هم دیگه بریم بگردیم. تحقیق کردم که چه شکلی میشه ویزا گرفت به صورت انفرادی، بلیتش چقدره، چقدر هزینه میخواد، کجاها رو باید رفت گشت. دیگه یه سری ویدیو، ولاگ و تحقیقات میدانی انجام دادم و تقریبا اوایل بهمن بود که من بلیت تهران به دهلی و دهلی به تهران رفت و برگشت خریدم و اوایل اسفند ماه برای ویزا اقدام کردم که ویزا چیا میخواست؟ پاسپورت، عکس، بلیت رفت و برگشت، $120 و یه فرم انگلیسی که برای سفارت باید پر میکردیم. دیگه این کارا رو کردم و منتظر شدم که ویزام بیاد. من 6 اسفند مدارکم رو دادم، بلیت من 17 اسفند بود و انقدر من استرس کشیدم سر ویزا اومدن. ملت سر مثلا ویزای کانادا و آمریکاشون استرس میکشن، من سر ویزای هند و نمیدونم چرا انقدر اذیتم کردن که تا بیاد. ایمیل زدم به سفارت، اصلا یه کاری کردم. بلند شدم رفتم. در بدو ورود اون آفیسری که حالا مهر ورود میزد به پاسپورت ها، یکیشون یعنی در واقع، به من گفتش که چقدر اسم طولانیه. گفتم آره. گفت چقدر اسم طولانی و سخته، فاطمه دهقانی محمدآبادی. دیگه منم خندیدم و از اونجا رفتم. وای اکسنتشون در بدو ورود، کلا اکسنتشون در واقع من نمیفهمم، یعنی هر کس دیگه هم که باهاش صحبت میکنم که حالا میفهمه هندیا چی میگن بر حسب عادته. حالا من خیلی زبان واوی هم ندارم ولی حالا در همون حدی که متوجه میشم. دیگه هیچی، رفتم همونجا سیم کارت خریدم و $100 چنج کردم و بزرگترین اشتباه این بود که اوبر نگرفتم اینجا و با تاکسی رفتم حالا اون لوکیشنی که دوست من زندگی میکرد. من روز اولی که حالا از خواب بیدار شدم فرداش تقریبا ظهر بود، رفتم مال و با ریکشا. خیلی جالبه که اوبر اونجا مثلا ریکشا داره. مثلا خیلی بامزه بود این موضوع. موتور مثلا میتونستی بگیری. رفتم مال و خیلی مال لاکچری بود، یا برند داشتن. فکر کنم مثلا میومدی جلوی مثلا مال، گاو داشت رد میشد، مثلا آدم‌ها آشغال ریخته بودن، یهویی مثلا نمایندگی چه میدونم دیور مثلا
این شوک فرهنگی اینجا برای من خیلی عجیب بود که مثلا جلوی در مال گاو داره رد میشه ولی تو مثلا اونجا میتونی از مثلا سفورا خرید کنی. اونجا یه قهوه خوردم و گشتم و برگشتم پیاده به سمت خونه دوستم و مردمشون خیلی مهربونن. تو رو که میبینن همینجوری لبخند روی لباشونه و برای شخصی مثل من که خود منم حالا خیلی میگن روی گشاده‌ای دارم و کلا همیشه میخندم، خیلی جالب بود این موضوع، چون اونا که لبخند می‌زدن منم اینجوری بودم و چون رنگ پوست من حالا سفیده خیلی به هم ظلم می‌زدن، خیلی اینجوری یهویی نگاه می‌کردن که اولش یکم حس بدی می‌گرفتم ولی بعدش اینجوری بودم که خب به خاطر رنگ پوسته. راجع به غذاهاشون اگه بخوام بگم، غذاهاشون کلا یا گیاهیه یا مرغه، یعنی گوشت خیلی ندارن و یکم هم تنده حالا چیزهایی که سرو میکنن، ولی شما میتونید بگید که کمتر تند باشه. غذاهاشون خوشمزه است واقعا. اصلا نمیفهمم کسایی که میگن غذاهاشون مثلا قابل خوردن نیست و اینا. نه واقعا خوشمزه، من چند بار تست کردم، دوست داشتم، خیلی خوشمزه بود. کلا توی هند فرهنگ چونه زدن خیلی زیاده، یعنی چیزی که من خیلی بدم میاد. یعنی مثلا تو میخوای تاکسی سوارشی، اوبر چی میگن، ریکشا سوارشی، هر عددی بهت میگن تو باید نصفش کنی چون اون قبول میکنه در نهایت. و من خیلی از این کار بدم میاد. ولی این فرهنگو دارن توی حتی خرید کردنشون، حالا مال و اینا نه، ولی مثلا چیزی بخوایم بخرین این فرهنگو به شدت دارن. کلا چیزی که من تجربه کردم این بود که مردمشون خیلی آرومن، خیلی آرامش دارن. مثلا چی دیدم که اینو میگم، مثلا جلوی روی من تصادف شد، یه ماشین زد به یه موتوری افتاد زمین، ماشینی پیاده شد، مثلا یه نازش کرد، بلندش کرد، خندیدن رفتن. یا مثلا دستشون رو میزنن رو بوق، خب میدونید که خیلی بوق میزنن هندیا، دستشون رو میزنن رو بوق، رد میشن از رو هم دیگه، ولی تو بگو یه فوش به هم میدن، نمیدن، مثلا یه نگاه بد به هم نمیکنن. و این واسه من خیلی عجیب بود. مثلا اگه ایران بود همدیگه رو پاره میکردن. کلا خیلی آرامش دارن. حتی اون شخصی که بغل خیابون داره میخوابه، غذا نداره، خوشحاله، یعنی اوکیه با زندگیش، ناراضی نیست. و من این چیزا رو ندیده بودم واقعا هیچ جای جهان. حالا جای خاصی هم کلا نرفتم، ولی حالا همین چند تا جایی که رفتم واقعا مردم هند به نظرم راضی ترین مردم جهانن، از همه چی، از همه شرایط راضی‌ان. و این برای من خیلی جالب بود. دیگه از چی بخوام بگم، آب و هوا، من بهترین تایم رفته بودم، یعنی انقدر هوا خوب بود که حد نداره. من توی این 12 روز که اونجا بودم 3 تا شهر رو رفتیم. حالا دهلی، آگرا که تاج محل اونجاست و یه قلعه سرخی داره، و جیپور تو قلب من جای گرفت. انقدر زیبا بود این شهر، انقدر زیبا بود که اصلا نمیتونم بهتون بگم چقدر قشنگ بود. یه نکته خیلی جالب این که هند مثلا پایانه جنوب و مثلا پایانه شرق و مثلا میدون آزادی، پایانه اتوبوس باشه نداره. همینجوری بغل خیابون مثلا اتوبوساشون میان سوار میکنن میرن. و ما اینو نمیدونستیم. وقتی می‌خواستیم بریم جیپور خیلی سره مثلا اون نقطه‌ای که باید آدم‌ها رو سوار کنن اذیت شدیم و خود این یه چالش بود دیگه. من چون تنها رفتم آگرا برای دیدن تاج محل، سر این موضوع مثلا از یک لیدری که فارسی بلد بود چندین بار پرسیدم که من کجا سوار شم، مطمئنی؟ حتی مثلا صبح که موتور گرفتم اوبر بیاد دنبالم، یعنی اومد دنبالم که بریم، ازش پرسیدم، گفتم که من میخوام برم اتوبوس سوار شم، برم آگرا، درسته؟ یه چیزی که توی مسیر آگرا برام عجیب بود این بود که اون کسی که حالا کمک راننده بود از اول تا آخر مسیر داشت اینجوری به من نگاه می‌کرد، زل زد و میخندید و صدای آهنگو زیاد کرده بود، اصلا یه چیز عجیبی بود و میخندید. من جدم اوکی وای. ولی اتوبوس رفتن انقدر بد بود، انقدر کثیف بود. و یا مثلا وسط راه مثلا من سرم پایین بود، تو گوشی بود، مثلا چشامو میبستم بخوابم، یه هودم وایساده دیدم یه مثلا یه لحظه چشامو باز کردم یه خانومی داره میاد سمت اتوبوس از پشت مثلا سبزا رفته بود مثلا چیش کنه. مثلا این موضوع خیلی چیز عادیه، مرداشون که بغل خیابون، خانماشون. اصلا پرای من ریخت اینجوریه که چطور ممکنه بغل خیابون مثلا میمون رد میشه یا مثلا فیل رد میشه، خرگاو، نمیدونم یهو مثلا تو نشستی داری مثلا چای میخوری یا طاووس از جلوت رد میشه، مثلا اون جایی که گاوه مثلا داره کار بدی میکنه یهو میبینی روبروش
مثلا نمایندگی مرسدس بنز و بی ام و است و اینجاست که شوک فرهنگی میخوره توی صورتت که چطور ممکنه، چرا ما نداریم. یعنی در واقع یه چیز دیگه که می‌خواستم بهتون بگم این بود که من همیشه فکر می‌کردم که هند فقط تاج محل داره و خب جاهای دیگه‌شو میدونستم تا یه حدودی، ولی خیلی مثلا عمیق نشده بودم که ببینم چی داره دقیقاً. خب من تاج محل رو تقریبا روز آخر سفرم رفتم. میتونم بگم جاهای دیگه‌ای که توی هند رفتم هم میتونست در حد تاج محل باشه، انقدر که قشنگ بود، انقدر که شگفتی داشت، انقدر که زیبایی داشت. اصلا من هر بنایی که توی هند میدم همش اینجوری بودم مگه داریم، مگه میشه انقدر قشنگ، چطور ممکنه. هند خیلی قشنگ بود، پر از رنگ، پر از شادی، پر از قشنگی، پر از خوشمزگی، حتی میوه های خوشمزه. دوست دارم دوباره برم هند، ولی نه دیگه دهلی، دوست دارم برم بمبئی و بهتون توصیه میکنم اگه دوست دارین کلی شگفتی، کلی چیزای عجیب غریب کنار هم دیگه توی یه کشور ببینید، حتما برید هند. دیگه همین دیگه. خیلی خوشحالم که اومدم جلوی دوربین باهاتون صحبت کردم و این ویدیو رو بالاخره گرفتم و میخوام بذارمش و امیدوارم که کانال منو سابسکرایب کنید و بتونیم کنار هم دیگه لحظات خوشی رو داشته باشیم. پس فعلا خدافظ.